بیا گیلا حالا سوا خلیتی چنده؟ کیلو چنده؟ کیلو 20 روپیه برو خلیته به 140 140 روپیه؟ یک 5 خلیته بده ماما 5 تومن آه دیگه بگی گیلا گیلا تو اینا نشوه باز اینا از این مامای هر هفته از این خیلی رودام خبر نمیشه که نشوه گپیلیه آخه اینا ضرر داره بعد میبر بشوری راده بخوری نه میگم نشورم کی میگه نشور؟ مادر تو یا پیار تو؟ نه گاهی وقتی مردم میگن که روده ضد میکروبه روده تو ضد میکروبه روده دیگه کس نیه بگیر یلا کولر خوردنه بگیریم اینا را همه به شما میبرم بگیر میتونی 5 تا خب برو تو من پولای نرم میدم برو تو دو تا دیگر من میارم برو سیبا خوبه که هستی میاد حالا نکن ماما 5 لیتر چند میشه؟ 700 آره برو خیر بید خب پیار تو کجه؟ پیار فقط پیاله چایمی نیم ساعت پیش که جمع شد الان اینا مثل پینک توروش مثل خیمه توروش هایی که مادر رو میندازه تا خونه تا چیز تا همین خمیرا گفتم برم به سهرات دوری بزنم مادر تو باید پخته کنه سلام شما که تندور نداره مرانم عزیز من ما تندور نداره هم یک تنوری رو خوب بخریم
این خونگاه خوب بشونید سختی چه کنی؟ اما هر وقت که بیام آدم خانه و خونم سختی چه کنی؟ چی سختی؟ اما نمی پیار ما از نون سر شمعه نمیخورم سختی چی کار کنی؟ خب میگم تندوری بره بشین دو خراب 75 من ازوم مایه ازوم مایه صبح تو شروع تا سهرایی خب مردم درختا خود مفته میده درختا برو رفته به چی؟ کجا بود تو کجا بود اشتی بود که بیا بدی؟ سرا آسکت نخرید یا؟ چنده؟ هر چیزی رو برای میبینی بخریدی خدا شما لیست که نمیشه اون بدی به چه خاله که به درد تو نمیخواد از من زمستون یک گرمتر بخو پیدا کن بفهمیدی؟ یال نماد بکن خود بکشون پلو شد خونه ما یک جمپر بخو بخر کی؟ یک جمپر میگم بخو بخر گیلا ما گوسفند لندی خور مای بکشیم چند تا؟ 4 تا 4 تا؟ بله با من مادر برای که گفتک برو با خاله خود بیار ما کنیم سال شهر خرگوش لندی کنیم چره؟ کپولا ما پیرد داره میاره گوسفند داره با خدا پیش باید بیا فسیری پی نمیده بالا گوسفند گل بینی خیلی گیلا بوده که خب ما شکر خدا ای خدا بفهمیدی؟ مادر گفتک بیایم به سلام ها کی؟ همه شما تو گلن تو من؟ ها دیگه خداوند تو را باز به دین دنیا خوار نکنه خیلی نیگیلا جو خیلی بینی همه مالو کریم ها که چره؟ بیایم با خانه بخاطر گوسفندا خون میکشیم دیگه همه دیگه جیگر رو بخوری بای ها دیگه جیگرها بزنه با بدن هر گوسفندی چند تا کلم داره اینو کلم‌ها رو بده به من کلما رو چی کار کنی؟ خب من خوش دارم و تو پخته میکنن دیگه تو کلما رو چی کار؟ همینجا گوشت خدا از به تو نمیدم گوشت هم هست دیگه فرای ما کلم‌ها اینو لکانیه چی؟ یعنی کلمایو یعنی کلما گوسفنده 4 تا کلم 4 تا کلم داره کلونه گیل جوگی گرده گردای همون گردیو خب گیلا بیاین ما میرم مادر که بیام با پیار خان زنگ زنیم که بیایم همه شما بیایم سلام خداحافظ گوشینه داری بده یک دقیقه چرا؟ زنگ زنم بابا خب میای الان زنگ زنی شاید کار داشته باشی خب میاد زودتره بله سلام ما باش شماره بیارم شماره نانی منه خب میگم خودت گپ میزنی نه شماره نانی منه پیش بابامه برای زنگ بزنم تو خودت گپ زنی نوشته نانه یاری اینجا نیه نه رفتی به خاله نوشته ایتونی؟ ها دیگه گنون را پخته کنیم با بیا خاطر عباس الو بابا منو اشتانه بابا عباس نیه منو من گیلا ولاد شما حال دیگه بابا ما لوکه مامان ما این بریم به سراغ باجی شما به سراغ خالمه بده که ما گپ زنیم کی؟ بده پیار عباس نگه علما پیار عباس کو پیار عباس نه میگم به سراغ کدی باجه ولی ما میخوایم بخیریم ما عقل کمالیات داره میگم به سراغ کدی باجه می شکر زنده باشین سلامت باشین به سرای نرم نیلولا کو دوری پی نمیارزه گیلا کم بگو ما بیامدن گفتم ما مادر برای که گوسفنده لندی خرمای بکشین همه شما بیایم به سرام چرا نمیای خب ماما خب نوش جان ما نوش جان شما خب بیاین دیگه سرا خاله سرا بیگونه کنیه دیگه بابا بیا از یک مارک بشنگی گوشتی خور بخورده نه مایا بیاین ماما هیچ گپ بینه شما های شما فقط به خونه بیگونه میری سکو گوشی پس کن بابا اگه نه مادر نمیگه کسی دیگه رید میکنی بیاین که با مادر مگه بشه دخشن شما بیاین کسی دیگه رید میکنی بابا بیاین اما بیاین اگه کنه در سرا بیاین وقتی بیاین من میرم تا خوش می شما بیاین چی میگه خب خدافظ چی میگه میگم نمیای ها میگه نمیای فقط بیار تا خونه بیگناه میره بیگناه کنیم دیگه ما گله جو ما میرم خوبه برو که بیار تو که بیا مادر کم ولی بگو
و 100% بیاین خوبه؟ برو من رفتم کانه داری؟ خوبه خداحافظ دست رو ببینید خوبه رئیسی مالی بیا خب خیلی ندیدم بابا مار مرتکه خبر کرده 4 تا گوسفند مرتکه 4 تا گوسفند کشته 4 تا کلم به ما میرسه چند جیگر داره او چند خرتپه تا تاشخال داره ما گفتم بری 4 شکم گوشت این دیگه بخوری همه پیار من دیگه هر پا خود هر دو پا خود به دو کش کرده که میگه نمیره نره به خدا خود نمیره من میگم تا آقا فقیه من نره من میرم سیم نداره نه اما بده عباس بله بابا همین همسایه میگه فقط سیم داره مفتر کلشن کنه چرا سیم نبودک؟ نداریم خب ما برفتادم سرا خاله خب همین تو تر آمده مفتر مدام مفتر گل به خاله خب اینا با کم بیارم به سرا به خاطر گوسفنده خب بری لندی خود میکشه چی گفتم؟ خاله اینا خب کسی نبودک بابا گیلا یکه و خاله برفتادم پخته به پیاده مفته به سرا یعنی برای او گفتم با زنگ زدم به پیاده واجبه؟ چی گفتم؟ گفتم همه وقت زن بیان خاطر ما گوسفنده لندی خود میکشیم گفتک چرا گفتم بیاین به سلام بیاین خاطر مادرم گفتک ما کن نمیام گفتم چرا من چه گفتک برای نه اگر عباس شما نمیام خیره نوش جان شما گفتم نوش جان شما گفتک من اگر بیام من با جما خواب نه خوبه گردن این معامله خور زدن نیه خوب واجب منه من بس برار خورمایم اگر نه وای وقتا بری میگم دیگم سرکله خوب است ما دیگه با سرکله زن بچه خوبه است او خون زندگی سعی کنه تو با خدا سرکله بچه رو سعی کنه خود رو سعی کن و من خور زدن نیمون نصیحت میکنم با بیچاره دیگه مثل که ندارم تو غریبم شما می چینار میبره خیلی ولی و گپ نزن خیلی ولد میگفتی بیاین من بازم برای گفتم میشه قد کردم گیلک هم گفتم که پیار تو بیان برای که 100% بیان گیلک زرق میزدن گفتی بابا همین زرق میزد که گردای بعد ما چه کار فلانه خدا دوست دارم من بچه‌ها سواد خداییه خیلی دوست دارم ولی بازم کاری بکنه بابا بازم برو مادر خام بگو زنگ بزن زنگ بزن به خدا نمیشینی به دل من خدا دیگه خود تو رحم که بالم این باجی بیچاره ما ناداره به خدا من بالا هدف به خار زدن نیه همین که میگم گاهی وقت میگم سرکله خوبه است یک لباس تمیزی یک چیزی او هم نداره خدا دیگه خود تو بالا همه رحم خدا هم میایه میرم خونه میرم بریم دیگه بریم خونه باجی میبریم کجا برید؟ خونه باجی میبریم شما چی نگفته بو گفته دل من نمایی که برام باجی چرا دیگه باجی مونه که تو هم رنگینی لالا تو هم رنگینی خود تو خوانه که اکثر ما تو مرغه پلوکه میگه بابا این گپار به دل خب باجه نگیریم شما کلانتریم خیره دیگه غمی نداره راست میگه این گپار به دل نگیرم تو هم رنگینی لالا تو مرتکه پولدار خودی هم رنگینی من مرتکه که چی ندارم تو مرغه میگه پولوکه میگه مشون به سر کله خو بر اسما چه کار کو فلان کو تو با من چه چیز دارم اختیار خودم تو ملنگی میگردم با کوکا خداحافظ خداحافظ بابا ها بابا شما مثل که بابا حیوی ماما من راست میگه گردنم من دروغ نمیگه اب که به سراخونی و میری غیر تبرقه بگه پولوکه بگه ما چون سر کله خوب برسیم به خون زندگی خوب برسیم به خرج ورج خوب برسیم اکسر نمیگه پول میزنه اکسر پولوکه راست میگه خوب این خیر برناف کنه میگه اپا میگه خیر برناف کنه میگه اپا میزنه راست میگه کمی به سر کله خوب برسه تو سعی بکن کسی رکن چیزی پیار کده وقتی مکه دارم هم رنگی رو چرم ما تو برگو نمیگه گناه داره خوبه با حال ما مثلا شما داریم او باجی شما داره این مسلمون نداره دیگه نباید بباده یک مسلمونی که غریب تره او را دن خور زنه کار خوبی کنه سرواز خور اختیار کنه دیگه نه بیا کبریم بیا گیلا کی آمده؟ بریم بابا کجا بریم؟ گوش خورده چی؟ به گوشت لند خورده کی آمده؟
و کی بود عباس بود خود چی میگو؟ یکه بودن خود چی میگو؟ بیامدم اینجا من شیشتی بودم من خود اختلاط میکردم خب گفتن ما 4 تا گوسفند کشتیم خب انا مادر شما مادر من خب زن شما خب انا خود من ها همه لکگی همه بیایم مثلا ما انا 5 و 6 یا بستگی که اگه نیاییم ما کسی دبرید میکنیم دیگه به سرا شما نمیاییم انا اختیار خود داریم بعد 100% بیاییم که اگه نیاییم اعمال ما دیگ میشیم ما گفتم بیاییم که بریم هر که دیگ میشه برای بخون خود 6 تا نون بخوره من نمیرم چرا داره خود کو کمه که رمضان برارم پلوکه میگه تو مرغه میگه به من تانه میدن هر کدوم بدیم واسه اینو گوسفندان خو مینازم به پولداری خو مینازم که من خاطر چی ندارم بابا ما میگم از حال تا قیامت بگم ما شکمون واسه چه بابا همین روزا گوش نخورین کی بخوره چه خوبه بردم تو به گوش خورده میری ها با خدا اگه بدیدن نه ها نه تو گفت قیامت از ما دق میشه همه تو دق شه که 30 سال میشه که پیار ما بران عادت یاره این کار رسولی با که میری با ایتی چیزی نری رخت خانو بخونه با برخو کو سرکل خوب پاک بشود یا که تیمیز که برخی برو بابا من خب گپ اینه من نمیرم بگم نه بابا ها بفهمیدی؟ نه درسته بخور میگو برو در خیلی بدل شما بد خورده رسد گوشت پیار برم بدیم به من های بابا خوبه درسته نه بابا نه سه من میرم دیگه بابا برو تو من اینجا سر من اختا خوب اخو کنم میرم اون سر خوزم در اردن کرفتی در سرم برد خوب سکنی خوبه بابا خوبه بابا من اختر زرد خود بپوشم بابا خوبه